سلام بچه ها، امروز آمدم با ویدیو جدید و جذاب دیگه که خیلی متفاوت تر از دفعه قبله، چون همیشه در مورد نیکو و امیرروز میگفتم، ولی این دفعه در مورد این دوتا نیست. در مورد کیسای جدید و کاتای قدیم و دوستی جدید و این رلای جدید هستش. همونطور که داخل ویدیو دارید میبینید، این ویدیوه الان نگاه کنید، اینا رو من استاپ کردم تا که بهتون توضیح بدم، ولی قبلش ممنون میشه که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، فالو کنید. اون دوستایی هم که دوست دارن از اینجور ویدیو براشون شیر کنید، دست به دست بدین تا یه دفعه ببینیم چی بشه. حقیقت واقعی هم بفهمین. همه اینایی که میگم از اولش دارم بهتون میگم، شایعه هستش که خیلی از فن پیج‌ها، خیلی از جاهای این اینستاگرام، توییتر، همه جا اینا رو گفتن که در مورد این دو شخص، پس فقط من نیستم که بیام. پس نه زیر کامنت خیلی چیزای بی‌ادبی بنویسید، چون اصلا انتظارش ازتون ندارم. من برای این ویدیوها خیلی زحمت میکشم. ممنون میشم که ازم تشکر کنید. مرسی. خب همینطور که میبینید، ایشون آقای ارسلان و ایشون هم خانم دیانا هستن. این دوتا همینطور که میدونین یه چند وقتی بود که با هم دیگه کات کرده بودن، یعنی کات در حال چی بگم دیگه بهتون، اصلا با هم دیگه حرف میزدن، جایی نمیرفتن، دوستشون کلا به هم خورده بود. اگه یادتون باشه الان این ویدیو رو من لحظه میذارم عقب. این ویدیو پست جدید خانم دیانا هستش، نگاه کنید تنهاست، بعد یه دفعه با ارسلان میشه. خب این ویدیو یعنی چی؟ یعنی قبلا جاش بوده و معلوم بوده بچه ها. خب بچه ها باید بهتون بگم که کلن این دوتا با هم دیگه اول خیلی با هم دیگه دوست بودن، اصلا فوق العاده، که حتی گفتن که این دوتا با هم دیگه رل هستن و در رابطه اصلا به کسی نمیام، مثل رابطه امیر و نیکا که من بهتون گفتم ولی شون که باور نکردیم بعدش فهمیدیم، دقیقا مثل اونا. ولی بعد از اینکه یه مدت با هم دیگه بودن، یه دفعه به صورت خیلی ناگهانی با هم دیگه کات کردن. یعنی چجوری؟ یعنی کلا از دوستشون به هم دیگه به هم خورد. حتی دوستشون امیرنکا با ژاتیس هم با آقای ارسلان به هم خورد. اینا دیگه با هم دیگه بودن، اونم کات کردن و اینا کلا دیگه همه چی قطع رابطه شده انگار. همشون اینجوری رفتار کردن. ولی بعد از این مدت دوباره الان با هم دیگه سفر پیش رفتن. باید بگم که به صورت گروهی هم رفتن، یعنی 3 تا پسرن و 3 تا دختر که مهراب و محمد روشنفکر و ارسلان و دیانا و یکی از دوستاش که فعلا نمیشناسمشو دربارش توضیح ندارم. باید بگم که اینم رابطش با یکی از پسرها هست و دوستش 3 تایش هستش که الان داخل شهر کیش هستن و با هم دیگه مسافرت رفتن. این دقیقا همون اکیپیه که با هم دیگه رفتن. دیانا و ارسلان و محمد روشنفکر رو دوستش که نمیشه سامو در بازش باید تحقیق کنم، مهراب و 3 تایش که اگه ببینید بالوش هم بستم نوشته، یعنی دوستای خوب. باید بهتون بگم که از توی ویدیوهاشون، یا الان ببینید اینجا رو با هم دیگه تکی عکس گرفتن، تو ویدیوهاشون، تو ماشین گرفتناشون، هر جایی که با هم دیگه میرن با آقای ارسلان هستن. حتی یه عکسی هستش که توی ادامه هم میبینید کافیه، با هم دیگه دوتایی دارن کافی میخورن، حتی با هم دیگه اصلا خیلی جون شدن که نگو نپرس خواهر، اصلا فوق‌العاده است. این رابطه‌شون معلوم نیست چی. الان نگاه کنید اینجا رفتن سوار قایق شدن، این دوتا با هم دیگه رفتن، در حالی که ایشون با دوستش ستایش خیلی صمیمیه، با اون دختری که هنوز نمی‌شناسن میتونستن با هم دیگه برن، کلا میشد که با هم دیگه برن، ولی خب نرفتن و این دوتا با هم دیگه رفتن. چرا واقعا؟ چون حتی یه دلیلی داره، چون همدیگه دوست دارن، با هم دیگه رل بزنن، چه میدونم شدم رلن رو به کسی نگفتن. همه اینا هست که به صورت ناگهانی دوباره به هم دیگه برگشتن. خیلی گفتم به خاطر کات متین و متین و محمد روشنفکر اینا با هم دیگه جدا شده بودن، یعنی 2 دسته شده بودن. ولی خب وقتی میگم که متین و محمدشون با هم دوست نمیشه، اینم میره جزء اونا میشه، چون الان دیگه با امیرنکو. الان نگاه کنید این همون عکسی که گفتم ایشون خانم دیانا، اونم ارسلانه که ارسلان اینو استوری کرده بود. الان 13 فوریه اینا، ساعتش و دقیقش همیشه هم زده. الان میخوام که بگم که من دروغ میگم و اینا، ولی این برای استوری ارسلانه که دوتایی با هم دیگه دارن کافه میخورن، یه جایی تنها با هم دیگه دارن صحبت کنن، کافه میخورن. این به نظر شما عجیب نیست؟ ولی دوستایی که با هم دیگه اصلا نبودن، بعد یه مدت به شور افتاده بود توشون که اینا میخوام با هم دیگه ازدواج کنن و اینا. خدا میدونه چرا اینو با هم دیگه چیز کردن و فقط خودش میدونه.
آره دیگه اینم سه تا پسر اکیپ هستن که داریم میبینید. خب حالا بریم قضیه دیگه که گفتم این دختره که نمیشناسم که اینجا عکسش هست، اسمش هم دقیق نمیدونم، نمیخوام اشتباه هم که بگم بعد بیان تو کامنت ها چرت و پرت بنویسین بیان بگین چرا اینجوری میگی اونا اینجوری نیستش و این شکلیه. نمیگم اسمشو، همین دختر صداش میکنم یا اصلا دوست میگم. این دختر خانمی که اینجا میبینید با یکی از این سه تا پسر رابطه داره. محمدش هم فکر که نیست، معلومه اون فکرش کجاست و اینا که با اون شخص مورد نظرم قهر رو گفته اونجوری که تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم ولی نمیگم، حالا بحثش شده تو یه ویدیو دیگه بهتون میگم. ارسلانم که با دیانا که اینم خط پایین اون یک نفر، اونم مهراب با این خانم با هم دیگه رابطه دارن. الان ببینید این عکس‌ها رو با هم دیگه گرفتن، باز چند تا عکس دیگه گرفتن. الان نگاه کنید اینجا این آقا پسر آقای مهراب میتونست با محمد روشنفکر سوار قایق بشه. چرا با این دختر خانم سوار قایق شده؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ خب معلومه، خب رلن ولی به کسی نمیگن. البته باید بگیم که اینا خب زندگی شخصی خودشونه، میتونن به کسی نگن، ولی وقتی میگن شما خانواده دوم مایین بس بهتره که همه اینا رو راست باشن. ما که نمیگیم چشم بخیل نیستیم که بگیم نه چرا اینو با هم دوستن، ما دوست داریم اتفاقا اینو با هم دوست باشن. الان اینم یکی دیگه از عکساشونه که با هم میگن. ببینین اینجا همون دوستشون ستایشه و اینا که با هم دیگه، ولی ستایش بعد یه مدت از هم دیگه جدا شدن، انگار که ایشون برگشتن تهران. دلیلش هم هنوز مشخص نیست. آره دیگه دوستای عزیزم بهتون میگم که اینا با هم یه رل زدن، ولی الان شما میان داخل کامنت ها یه چیزایی می‌نویسین که درست نیست، بعد 2 روز مشخص میشه و میایم از من معذرت خواهی می‌کنین. خیلی ممنونم که با این ویدیو همراه من باشید. لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید که یادتون نره. شما برای این ویدیو خیلی زحمت میکشید. برای دوستاتون هم که از این ویدیو